سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. معاون ورزش بانوان در اداره ورزش هستم. امروز اومدم در خدمتتون هستم که گوشزدی بهتون بکنم. ببینید عزیزان، پرورش اندام و حجیم کردن و حجیم ساختن عضلات بدن اصلا در شرایط زنان اصلا جور در نمیاد. آره دیگه، اصلا شما به چه دلیلی میخواید که اصلا عضلاتتون رو حجیم کنید؟ شما تصور بفرمایید که مثلا میخواین عضلات ماتحتتون رو گنده کنید. خب به چه دلیلی شما میخواید این کار رو انجام بدید؟ یا مثلا بازوهاتون رو میخواید فرم کنید؟ اصلا شما خودو فکر نمی کنید که این دامبل وامونده اصلا ممکنه شما هر وقت که اینو بلندش کنید و ببرید بالا، سینه هاتون رو بیارید بالا، میگی لابا یه فوت هم میخواید بکنید دیگه. خب تحریک میشه دیگه. بعدش هم اصلا باشگاه زنانم که برید اصلا ممکنه خانم‌های دیگه تحریک شن. خب این کارا چیه؟ بدن زن باید نرم و ظریف باشه، نرم باشه. باید شکم دنبه داشته باشه، چربی رو چربی، مثل خاله الکسیس. دیدین که 3 طبقه بود. اونجوری باید باشه. اصلا دلیلی نداره که شما مثلا ابز اینجور چیزا داشته باشید، مثلا 6 خط رو شکمتون باشه، عضله ها سخت باشه، با ما تحت مثلا اون بالا مالاها باشه. خب این کارا بر علیه تمام قوانین ما هست. خب زمان یاغوت بود که زنها مثلا 2 تیکه میپوشیدن، اینا شنا میکردن، مسابقات شنا اینجور چیزا رو میبردیدن، مثلا طلا ملا میگرفتن، عضله داشتن، پاهای عضله دار داشتن، مثلا خب شنا میکردن، یه شنا کردن، شونه های قوی اینا. الان نه عزیزان، شما با بدنتون رو حجم این عضلاتتون رو کم کنی. اصلا عضله میخوایی چیکار شما؟ هر چی آدم فکر میکنه اصلا با شرایط زنان جور در نمیاد. زن باید مثل دنبه گوسفند هم باشه، همینجور نرم، همینجور دنبه وار. آره دیگه، همینجور نرم باشه، تلپ تلپ وقتی راه میری تلپ تلپ کنه. آره دیگه، مثلا رقص عربی هم مثل که خیلی خوب اون دنبه وار بودن. الان ببینید من میتونم خودم براتون سکوات لانچ کنم. خب ببینید شما اگه دقت کنید تحریک میشید. خب اصلا تصور کنید من این دنبال الان بلند کنم، احتیاج به تصور کردن نیست. من خودم انجام میدم، خودم این زج رو میکشم، این حجیم سازی رو براتون انجام میدم، چون ببینید چقدر کار زشت بدیه. واقعا متاسفم برای شما که دنبه وار بودن رو میخواید بذارید کنار و میخواید عضلات حجیم داشته باشید. این اصلا با این شرایط زنانه امروز جور در نمیاد. برید خجالت بکشید، سعی نکنید که عضلاتتون رو حجیم کنید و من واقعا اصلا با این کار مخالف هستم و جلوش رو میگیرم. دقت کنید ببینید من الان انجام بدم، ببینید چقدر بده، اصلا بده. فعلا خداحافظ، عجیب نکنید مدتاتون رو بذارید دنبه وار باشه. فعلا خداحافظ، بابا.
راستی عزیزان حجیم ماتح یادتون نره سابسکرایب و لایک کنید دیگه و دکمه هستی که فشار بدید برای عضلات انگشتاتون خیلی خوبه. شیر کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، پخش کنید، نشر کنید. آره دیگه بخندید روحتون خوشحال میشه. فعلا خداحافظ. تانکیو. مرسی خیلی ممنون. بابای.